انسان وقتی بهش میگن جایی خطاست یه کاری خطاست، در دلش احساس میکنه که حتما باید اون کار رو انجام بده. مثل یک پروانه‌ای که به شمع خودش رو میخواد نزدیک کنه. تصور کنید یک پروانه‌ای دور شمع میچرخه. وه چه پروانه خوش رنگی بود، در سرش نغمه و آهنگی بود. قصدش این بود که در پرتو شمع عشق ورزد بپرد در بر جمع. شعله میدید و دلش پر میزد، پشت دیوار طلب در میزد. پیشتر آمد و آمد نزدیک. سوخت جسمش همه جا شد تاریک. تا پرش سوخت ز پرواز افتاد، جسم بی جان به بر شمع نهاد. شمع ناکرده گنه گریان بود، زانچه میدید به بر حیران بود. تا تن کشته نماید پنهان، سعی می‌کرد بماند گریان. لاجرم اشک مدد کارش شد، داروی سینه تبدارش شد. گریه ها کرد بران پیکر ناب، تا که مدفون کندش در دل آب. شمع تا نیمه شب میکوشید، جامه اشک بر او میپوشید. صبح دیدم نه پر و نه پرواز، نه به جا مانده حقیقت نه مجاز. شمع خاموش و تنش سرد و کبود، اثری از پر و پروانه نبود. هر دو مدفون شده در یک بستر، نه ز پروانه نه از شمع خبر. حاصل عشق عزیزم این است، زندگی صحنه این تمرین است.